بگذر از هر کس و هر چیز و هر موقعیتی که با تو خوبتا نمی کند. بگذر و رها کن و دور بایست از هر شخصی که به امر تو را به وادی اندوه میبرد و آزار میدهد. به روزگار پیریت که رسیدی تازه میفهمی ارزشمندترین دارایی تو وقت و عمر و زمانت بوده و تو نباید اجازه میدادی با هر صحبت و نگاه و معاشرت بیهوده‌ای خراب شود. ارزشمندترین دارایی تو روح و روان تو بوده که باید از آن در برابر طعنه‌ها و گزندها و آسیب‌ها محافظت میکردی. باید مراقب آرامشت باشی. باید قبل از هر چیزی راحتی خودت را در نظر بگیری. و اگر موی سپید میکنی و اگر خطی به چهره میاندازی، برای هر کس و هر چیز که هست ارزشش را داشته باشد.